سلام، شب چهارشنبه سوری همگی به خیر و خوشی. دم جوونا و بچه محلای موشکاف گرم که امشب اساسی ترکوندن. علی گدا و شیخ فری هر کاری کردن نتونستن آتیش چهارشنبه سوری رو خاموش کنن. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. عجب صداهایی میاد. حالا عظما مونده و تاولای چهارشنبه سوری امسال. الان علی گدا نشسته تو بیت پای منقل، هی میگه ریشم داره میسوزه، ریشم داره میسوزه. ریشم داره میسوزه، خیلی میسوزه، حالا همه جا وای ریشم داره میسوزه، خیلی میسوزه، حالا همه جا. بله داره میسوزه. البته این سوزش ها فقط مختص علی گدا نیست. این روزا تو نظام ولایت همه در حال سوزشن. اصلا جلز و ولز بازاره، خر تو خریه که اون سرش ناپیداست. یه نمونهش همین داستان حکم میمه که معرف حضورتون هست. حکم چند روز پیش صادر شده. این مواردی که دادگاه احراز کرده یک بخش را به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم داده به حبس و جزای نقدی و انفصال، و بخشی هم که باز محکومیت داده در قسمت بعدی به تبصره 2 ماده 5 این قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، که اینجا هم باز به حبس و به جزای نقدی و رد مال حکم دادن و انفصال. در خصوص مسائل امنیتی هم به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم کردن. این یه گوشخار حکم حبس رو از بیت عظما گرفت و جلدی اومد آنتنیش کرد. اما هنوز دهن این یکی بسته نشده بود که تیوی ریش برون مرزی همین خبر رو اینجوری منتشر کرد. دادگاه حکم میمه را اعلام کرد. دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد میمه به جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. اخبار منتشر شده مبنی بر محکومیت 15 ساله حبس این متهم رد شد. میمه و وکلایش 20 روز فرصت دارند تا به رأی صادره اعتراض کنند. یکی دیگه از کانالای تیوی ریشم این دوتا خبر رو با هم مخلوط کرد و یه آب هویج بستنی گذاشت رو میز نظام. بخشی از حکم متهم خاص اعلام شد. یکی از مسئولان دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبرگزاری صدا و سیما گفته هنوز حکم قطعی نشده، اما یک بخش از اتهامات به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. بر اساس تبصره 2 ماده 5 این قانون هم حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است. این منبع آگاه برخی اخبار منتشر شده مبنی بر محکومیت 15 ساله حبس این متهم را تکذیب کرد و گفت متهم و وکلایش 20 روز فرصت دارند تا به رأی صادره اعتراض کنند و اگر اعتراض نکردند حکم قطعی تلقی خواهد شد. بلبشو واسه توصیف این وضعیتی که آخوندا توش گیر کردن کمه. واقعا سگ صاحبشو نمیشناسه. اجیه‌ای که دست آموز خامنه‌ایه میگه واسه طرف زندان بریدیم، بعد قوه قضاییه که دست لاریجانیاست افسار طرفو میکشه، خبر رو از قول دفتر سخنگوی قضاییه که همون اجیه‌ای باشه عوض میکنه. از اون طرف هم داد دل واپسا بلند میشه و تو برق پاره هاشون شروع میکنن به جیغ و بیق. همین طرف دیروزی خیلی جاها و پیش خیلی عناصر پشتش گرم بود. عجیب پشتش گرم بود. او لابد پشتش گرم بود که 2 دهه گردن کلفتی کرد، 2 دهه قانون را به هیچ گرفت، 2 دهه به ریش همه خندید.
این وسط نحوه اسم بردن از این بچه کوسه از همه مسخره تره. تیویلیش میگه میمه، اینم میگه همین طرف. اینم از همون اجناسیه که فقط تو دکون آخوندا میشه پیداش کرد. همه دنیا میدونن طرف مهدی هاشمیه، بعد اینا مثلا میخوان آبروداری کنن. بگذاریم آقا بگذاریم. اصل قضیه شکاف نظامه که حالا دیگه کارش از موشکافی گذشته. موشکاف از همین بلبشو تا ته قضیه رو خونده. اینجاست که عظما باید دم بگیره که نظام آشولاشه، مثل کشک رو آشه. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکاف، با آقای موشکاف.